سلام. سلام عزیزه. حالتون خوبه؟ متشکرم. نه واقعا حالتون خوبه؟ عالی. خوبی؟ مرسی. منم خوبم. حالا این سواله واقعا میخوام اینجوری ازتون بپرسم که واقعا خب معمولا در جواب حالتون خوبه همه میگن عالی، خوبم، اوکیه. میخوام به صورت خیلی واقعی جواب این سواله رو بدین، راجع به حالتون یکم بیشتر بدین. من معمولا حالم خیلی خوبه. اگرم خوب نباشم مشخصه. ولی به کارما اعتقاد زیادی دارم. واسه همین تلاشم اینه که همیشه حالم خوب باشه، ولی هیچ وقت پیش نمیاد که همیشه حالشون خوب باشه. یعنی میخوام بدونم که این روزا کلن یعنی وضعیتتون و اینا اوکیه و اون حال خوبه رو دارید؟ پس بخوام واقعی بهت بگم آره تقریبا خوبه، رو به بالاست. خب عالی، خیلی هم خوب. خب آقا، با اولین چیزی که میخواستم شروع کنم، میخواستم یکم راجع به روتینتون به ما بگین، راجع به روتین زندگی شخصیتون. اصلا میخوام بدونم که آیا شما روتین خاصی دارید توی زندگی، پایبند روتین خاصی هستید یا خیر؟ من از اینکه زندگیم یک نواخت باشه زیاد خوشم نمیاد. بیشتر همیشه دوست دارم که خودمو به چالش بکشم. چون چالش کلا دوست دارم، چه تو کار، چه تو زندگی شخصی، حتی چه تو روابط دوستانم. از طرفی توی کار بله، مثلا صبح تا ظهر میرم دفتر و شعبه مرکزی هستیم، عصرا میام شوروم زرگری و این ریتم خیلی دوستش دارم. خب جدا از کار، الان سوال من اینه که حالا شما به عنوان کسی که حالا توی کارتون موفق هستین، میخوام با این سوال به این برسم که آیا برای اینکه آدم حالا اگر هدفی تو زندگیش داره بخواد حالا به اون نقطه برسه، آیا واقعا نیازمند یک روتین منظم و مرتب توی زندگیش داره؟ مثلا راجب این که 5 صبح باید بیدار شم، نه مثلا 9 صبح حتما باید بیدار شم، یا نمیدونم فلان غذا رو بخورم، فلان ساعت این کارو حتما باید بکنم. میدونم بیشتر میخوام به این برسم. حالا جدا از بحث کار، تو زندگی شخصی میخوام بدونم چقدر این روتین تو زندگیتون تأثیر داره و چقدر باش موافقین یا فکر میکنین توی کارتون تأثیر گذاشته، توی پیشرفت کارتون. قطعا من به روتین بودن هیچ چیزی اعتقاد ندارم اصلا. ولی میگم که اهداف اقتصادی جز یکی از ویژن‌های انسان در زندگی هست. حالا همونجور که استادای دیگه و بزرگتر از من گفتن که انسان باید 6 تا هدف مختلف رو در زندگیش دنبال کنه که بتونه یه انسان موفق باشه. این که فقط شما تو اهداف اقتصادی انسان موفقی باشی صرفا به این که تو آدم خوشبخت و خوشحالی هستی نیست. اهداف معنوی، اهداف اقتصادی، اهداف خانواده است، اهداف فردیه و حالا اهداف دیگه. پس یعنی شما کلا به این داستان روتین و این که مثلا میگن که نمیدونم حتما 5 صبح بیدار شو، فلان کن، به خودت سختی بده، 30 روز اول سخته، نمیدونم فلانه، خیلی به اینا نمیبینید چیزا؟ اصلا خیلی جالب بود. دقیقاً مثلا بحث ما همیشه سر همین بود که این سوالو می‌خوایم داشته باشیم از مهمان‌ها. خب کلا لایف استایلتون، شاید این سوال یکم شبیه به قبلی باشه، کلا راجع به لایف استایلتون، شیوه لایف استایلی که انتخاب کردین برای خودتون، خب راجع به اون به من بگین یکم. مثلا اینکه اوکی حالا اگه اون روتین خاصی نداره، معمولا میانگین چگونه میگذره، میدونید؟ یعنی توی کار یا توی زندگی شخصیتون. میدونم من میخوام کلا به این برسم که اوکی حالا امیر فلسفی که ما آوردیمش اینجا چه لایف استایلی رو فالو میکنه. به هر حال من حداقل اگه رو به روتین اعتقاد نداشته باشیم هم به این که شما چگونه زندگی میکنید خیلی باور دارم که تأثیر مستقیم میذاره روی پیشرفت دیگه. قطعا اون چگونگیه میتونید، حالا میگم که شما گفتین خیلی بالا پایین داره، ولی حالا یه توضیح مختصری بدین از لایف استایل خودتون. من البته تو پرانتز یه چیز کامل کنم یه موقع سوء تفاهم نشه. منظورم از روتین بی‌نظمی نیست اصلا. بله. چون من شدیداً به نظم اعتقاد و باور دارم. وقتی شما یه تعهدی رو یه جایی میدی و حتی به خودت یه تعهدی میدی، میگی من فلان کار تو فلان زمان انجام میدم یا فلان چیز مثلا از ساعت فلان تا فلان انجام میدم، باید انجام بشه. یا مثلا حتی میگه که من ساعت 2:30 تا مثلا 5 میرم ورزش میکنم، حتما باید اون کار انجام بدی. اگر که تو این شرایط انجام ندی و این کار انجام نشه، قطعاً تو خودت به خودت بی‌تعهدی کردی. بله. تو مرحله اول دیگه چه برسه به کار و به آدم‌های اطراف و درسته.
و کلا مثلا چقدر از روزتون صرف کار میشه میانگین و چقدرش مثلا چقدر به خودتون اهمیت میدین. سوال من اینه که حالا چقدر جدا از کار، خب میدونم حالا کسانی که کلا بیزینسی هستن خب بخش زیادی از تایمشون به کار اختصاص داره. خب اینم که چقدر به خودتون اهمیت میدین، چقدر اون تایم مال خودتونه، اون تایم رو چی کارا میکنین، مثلا هابیتون چیه؟ من عاشق کارم هستم، کارم خیلی دوست دارم. یه بخشی از هابی من همون کارمه که سعی میکنم که توش خوشحال باشم. البته این چیزی که از پدرم به ما همینجوری رسیده، از بچگی میگفت که عاشق کارتون باشین، کارتون دوست داشته باشین، چون کارتون یه بخشی از تفریحتونه. خب الان من یه سوال ایجاد شده الان، این که گفتین عاشق کارتونین، مگه میشه مثلا عاشق تجهیز مثلا سالن کنفرانس و سینما و این چجوری میشه که شما عاشق مثلا این شغل باشین؟ برای من جالب. مثلا همه کسایی که مثلا شغلشون رو دوست دارن الان مثلا تو این مقوله که مقوله خیلی خاصی هست، یکم فنیه، اون عشق برای چی تولید میشه برای این کار؟ میدونید عاشق کدوم پارتش هستین؟ بیشتر عاشق این هستم که یه اتفاقی داریم رقم میزنیم. ساختن. اون حتی من توی کار خودمون هم، حالا از بچه ها بپرسید که تو مجموعه دارن کار میکنن، متوجه میشه که من همیشه در حال یه نوآوری هستم. سعی میکنم فکر بکنم یا مشورت کنم یه ایده یا یه اتفاق جدید تو مجموعه رقم بزنم. چه هر سری مثلا اومدیم یا یه شوروم جدید زدیم یا یه کار متفاوت انجام دادیم یا یه واحد جدید تو مجموعه اد کردیم، یا خیلی واسمون مهم بوده که و یکی از آرزوهای من این هست که همیشه بتونم کارآفرینی کنم، بتونم افراد بیشتری رو به این حداقل توی کار خودم و شغل خودم و این شاخه‌ای که ما داریم کار میکنیم اد کنم و این بیزینس رو رشدش بدم. این واسه من خیلی جذابه، حتی جذابتر از پول در آوردنه. دقیقاً. یعنی انگار اون مجموعه داریه اولویت داره اول و بعدش همون مقوله ساختن. چون مثلا من میذارم پرسونال کار نمی‌کنید، بیشتر پروژه کار می‌کنید که دقیقاً مربوط میشه به ساختن و مانورتون روی این ماجرا بود. این برای من جواب قانع کننده بود واقعا. خب سوال بعدیم راجع به همون لایف استایلی که کلا حالا لایف استایل فعلی که شما انتخاب کردین تو زندگیتون رو دوست دارین، یعنی علاقه‌مندین بهش، اوکیین؟ آره، گاهی اوقات پیش میاد که مثلا تو کارت وقت بیشتری میذاری که لازمه که یه موقعی اونجا پیچ اونجا رو سفترش بکنی که نظم بهتری بدی و سازماندهی کنی، تیم تو یک پارچگی ایجاد کنی، زمان بیشتری بذاری. یه موقعی هم توی فصلایی نیاز هست که تو یکم از کارت کمتر کنی و به لایف استایل شخصیت برسی. این هم تولرانس داره و بله. خب آقا، ما هدفمون اینه که به هر حال مهمان‌هایی که دعوت می‌کنیم به عنوان حالا یک فردی که موفق هستن و خب قطعا موفقیت تعریف‌های متفاوتی داره، میخوام ببینم که کلا موفقیت تعریفش از نظر شما چه چیزی هست؟ تعریف موفقیت اگه بخوام طولانی واسط بگم که با بشیم اینجا نصف روز با هم گپ بزنیم، صورت خلاصه تو یک جمله بخوام بهت بگم، حال خوبه. صوفی. خب کلیشه نیست الان این حال خوب که میگین؟ خب این حال خوب اصلا کلیشه نیست. همون حال خوب شامل خیلی آیتما میشه. اینکه تو افرادی که دارن باهات کار میکنن حالشون خوب باشه، خودت از خودت راضی باشی و به درآمد خوبی رسیده باشی. تمام اینا همش میاد وصل میشه به حال خوب تو و اینکه خودت از خودت راضی، اون راضی بودنه واسه تو اتفاقای قشنگی رقم میزنه. از اون رضایته. یه انسانی که ناراضیه که نمونهش توی جامعه زیاد میتونی ببینی، انسانی که ناراضیه حالا خارج از کار، این که تو کارش موفق نیست، همیشه داره گله میکنه، همیشه داره قور میزنه، توی لایف استایل شخصیش همیشه مریضه، همیشه طلبکاره، همیشه میخواد اتفاقای بد زندگیشو دنبال یه نفر میگرده که مسئولیت اتفاقای بد زندگیشو به گردن اون بندازه. واسه همین واسه من از دید امیر فلسفی حال خوب اینجوری تعریف میشه که ارتباط مستقیم با خودت داره و کاملا و محیط اطرافت انتخاب و رفتار تو با اون محیط اطرافت. اونم خیلی مهمه. من حتی گاهی اوقات شده مثلا یه موقع پیش اومده که من حالم خوب نبوده و اومدم و اون انرژی من انقدر زیاد بوده که اون
تیمی که با من کار میکنن اون انرژی گرفتن، یا مثلا دیدم که مثلا بدونی که اصلا ارتباط داشته باشیم یه دفعه اون حالش خوب نبوده، یه رفته اون یه طرف یه رفتار دیگه که منو اگریسیو تر کرده، این انرژی من بوده که اونو ریخته به هم. گاهی اونقدر اینجوری و بعد خیلی وقتا برعکسش حتی. درسته دقیقاً موافقم با این. خب من اینجا یه چیزی رو اضافه کنم، البته اینه که ما مهمونایی که دعوت میکنیم میتونن به سوالات ما اگر اون سوالی که دوست داشتن جواب بدن و جواب ندن، ولی یه جریمه داره، به هر سوالی که جواب نمیدن 500 تومن باید دونیت کنن، حالا به یک جایی که حالا اونو مشخص میکنیم اعلام میکنیم، یا یک خیریه 500 میلیون 500,000 تومان 500,000 به ازای هر سوالی که جواب نمیدید. اوکی. آره اینو داریم. خب سوال بعدی. اوکی، حالا با توجه به همین حرفایی که زدیم، آیا شما خودتون رو فرد موفق میدونید یا خیر؟ تلاش میکنم واسش. فکر میکنید نزدیکید بهش؟ حداقل تلاش میکنم. بسیار خب آقا، بابت کاری که فرمودین عاشقشین یه سوال دارم ازتون. این که این کاری که شما توش هستین خودتون انتخاب کردین، انتخاب خودتون بوده یا تاثیر محیطی داشته؟ من موقعی که سربازیم تموم شد رفتم سر یکی از پروژه ساختمانی خودمون، اونجا مشغول شدم و به خاطر مسائلی که پیش اومد، چه تو محیط فروشگاهی پدر، اون موقع فروشگاه کلا مدیریتش با پدر و چه سر ساختمون یه سری مسائل دیگه پیش اومد، من دیگه جذب فروشگاه شدم و از اون زمانم سعی کردم با حضورم یه سری اتفاقای جدید رو رقم بزنم تا اینکه بخوام همون ریتم روتین یه فروشگاه سنتی بخوام پیش ببرم. نه، اومدم تغییرات از همون روز شروع کردم و با افتتاح دفتر فروش کارمو شروع کردم بازاریابی کردن در سطح ایران و با برندهایی که بابا نمایندگیشون داشت با اونا شروع کردیم و دفتر فروششون رو گرفتیم و تقریبا 95% تولیدشون ما گرفتیم واسه پخش عمده در سراسر کشور. درست. و برند خودمون که بابا سالها داشت با اسمهای مختلف می آورد برندینگ کردیم، با برند FAV فعالیت اون رو از سال 95 شروع کردیم به صورت و از اون قبلترش میشه چند سال قبلتر شما از 95 خودتون این استارت رو زدین و کلا که مجموعه دایر شده از چه سالی بوده؟ تقریبا از سال 1358 مجموعه شروع به فعالیت. چند سال میشه؟ تقریبا 44 سال. خب همین دقیقا سوال من الان اینه از شما. اصلا ما میخوایم این برآیند این پادکست هامون به اینجا برسه که حالا مخاطبی که داره ما رو تماشا میکنه یه سری راهکار بهش داده بشه، یکم براش اصلا مسیر شفافتری بشه، حالا با هر تعریف موفقیتی، چه توی کار چه توی زندگی و همه اینها. الان سوال من اینه که دقیقا شما راجع به این صحبت کردین که خب این یه کاری بوده که به شما انگار به ارث رسیده و شما ادامه راه پدرتون بودین حالا و سعی کردین که بهترش کنین، پیشرفت بدین بهش و اینها. خواستم بگم که این موضوع چقدر میتونه تأثیر مستقیم داشته باشه روی اینکه یک نفر که مثلا شاید مثلا آقا پدرش کارمند باشه ولی خودش بخواد بیاد یک شغل آزادی و یک بیزینسی و یا حتی به این چیز بزرگ فکر کنه که من یک برند بسازم فکر کنه، چقدر این مسیر رو براش سخت میکنه، آیا شدنی هست اصلا؟ چون الان تو جامعه این شکلیه که همچین چیز غیر ممکنه. هر کی اگه الان پول داره نمیدونم برندی داره، یه اتفاقی هست پشتش. خواستم اینو یکم مثلا شفاف بشه. مثلا آقا ما راجع به نمیدونم استیو جابز و بیل گیتس و اینا مثلا کم که میخونی میگه بله از تو گاراژ فلان چیز شروع کرده ولی مثلا مامانش هم $N میلیون مثلا بهش دادن، N هزار تا بهش داده مثلا برای شروع. یه انگار یه رابطه، یه لینکی، یک پولی، یه چیز انگار داخل بوده تو موفقیت آدم ها. خب اینم که این شما چجوری تعریفش میکنید؟ من تو پرانتز بهت بگم که اول که این بیزینس به ارث نرسیده، این یه فامیلی بیزینس هست. درست، همین الانش من و پدرم و برادرم در کنار هم کار میکنیم. بله. و هر کسی یه قسمت کارو گرفته. درست. پدر هنوز که هنوزه قسمت خدمت شما که عرض شود خرید کالامون از کشور مختلف بر عهده داره. درست. داداش قسمت مدیریت پروژه و مدیریت مالی دستشون هست. من هم که عنوان نقش مدیر عامل قسمت مدیریت فروشگاه ها و دفتر فروش بر عهده دارم. بله. و برنامه‌ریزی برای قسمت ها و پیشرفت توسعه مجموعه. این بیزینس بالاخره تو هر فامیلی بیزینسی که از پدر اومده باشه میشه یه
بیزینس سنتی که با نسل بعدی بیاد ارتقا بده و بیزینس رو بروز کنه و نباید فکر کنه که نه چون این بیزینس از پدرم اومده من همون روش باید پیش بگیرم و همون مسیر ادامه بدم. این داشته تا الان ایجاد درآمد میکرده و از این به بعدش هم میکن. اصلا اینجوری نیست. نسل عوض شده و حتی یه بیزینس که 1 سال اومده باشه تو بازار میتونه یه بیزینس 40-50 ساله رو راحت بزنه به زمین، در صورتی که اون بیزینس 1 ساله نوآوری کرده باشه. بله. تو بخش دوم بخوام جواب سوال شما رو بدم که گفتی که اگه یه نفر بیاد میتونه با برندینگ میتونه. بله قطعا میتونه. خب چه جوری؟ با سیستم سازی. با سیستم سازی یه نفر خیلی راحت میتونه سیستم سازی کنه و برندینگ کنه، یعنی از صفر خودش این کار رو انجام بده. قطعا میتونه برندینگ کنه و خودش رشد بده. رشد به این نیست که شما یک روزه بخوای رشد کنی. شما یه دانه ای رو که میکاری یک روزه درخت نمیشه، یک روزه تنومند نمیشه. بله. شما باید ازش مراقبت کنی، نگهداری کنی تا تنجه بزنه. بله. خیلی از درخت هم هست که شما 4 سال باید بهش آب بدی و مراقبت کنی و بعد از 4 سال رشد میکنه. بله. خب اصلا سیستم سازی که میگین یعنی چیه؟ تعریف از اون بکنین که بیشتر بدونیم. سیستم سازی برمیگرده به کارهای تیم ورکی. خب یه بیزینسی وقتی میخواد موفق بشه از دید من نیاز داره که شما با تیم کار کنی و البته تو بیزینسایی که بزرگه و شاخه‌های مختلفی داره شما باید تو هر واحد خاص خودش تیم خودش رو چیدمان بکنی که بتونی سرویس و خدمات بهتری واسه خدمات داشته باشی، تیم خوبی داشته باشی واسه فروش، واسه که بتونه اطلاعات خوبی به مشتریات ارائه بده، واسه پرزنت مشتریات که مشتری آگاهانه بدونه سمت چه کالایی داره میاد و واسه خریدش. خب این سیستم سازی یعنی تو هر فیلدی میتونه جواب بده دیگه. حالا شما صرفا داری مثلا توی بحث فروش میگین. خب باز الان سوال من اینه که خب همون اون سیستم سازیه باز نیاز به یک سرمایه‌ای داره، نیاز به یک آیا بیشتر اون سرمایه مهمه یا ایده مثلا مهمه؟ میدونید چی دارم بهتون میگم؟ یعنی اون فرد بیشتر باید فوکسش رو چی باشه؟ چون ما داریم راجع به یک فردی حرف میزنیم که به عنوان یه آدم متوسط جامعه، خب ما خیلی راجع به قشر خیلی ضعیف هم صحبت نمی‌کنیم. شاید اون یکم باز همچنان براش خیلی سخت‌تر باشه، مگر اینکه حالا نظر شخصی که ایده خیلی درخشان داشته باشه، واقعا سیستم سازی قوی داشته باشه. ولی به عنوان یه آدم متوسط که سرمایه نداره، مثلا یا یک سرمایه مثلا خیلی محدودی داره، این اتفاق میفته. صوفی جان بستگی به تلاش زیاد داره. شاید 20-30 سال پیش خیلی راحت تر این اتفاق رقم میخورد. چرا؟ چون بازار رقابت خیلی کمتر بود. ولی امروز به خاطر که بحث رقابت خیلی زیاد شده تلاشه باید شاید چند صد برابر بشه نسبت به قبل. چرا؟ چون تو با اول بتونی رقابت بکنی، بعد اینکه تو بتونی یه کالای متمایز با بقیه داشته باشی یا سرویس و خدمات متمایزی داشته باشی، کیفیت بهتری داشته باشی. اون سرویس و خدمات صرفا این نیست که تو بری تو خونه طرف یه سرویس و خدمات بدی، اون یه بخششه. بحث رضایتمندی فروشه، چه زمانی که طرف داره خرید میکنه، چه بعد از فروششه و مسائل این چنینی. کاستومر سرویس خیلی حائز اهمیته. درست. و اینکه تو حتی بتونی تو فضاهای مختلف حضور داشته باشی که مشتری صرفا نخواد بیاد توی فروشگاه تو بخواد یه چیزی اینجا لمس کنی یا تاچ بکنه. تو باید بتونی تو فضاهای مختلف وجود داشته باشی و پررنگ باشی که بتونه طرف از هر جا خواست اون سرویس رو از تو بگیره. خب این باز برای من این یه گام مثلا دوم سوم استارتی کار هست. من دارم راجع به قدم اول حرف میزنم. اون قدم اوله باید چی باشه؟ قدم اولی که من میخوام بردارم برای اینکه یک بیزینس شروع کنم، برنامه‌ریزی دقیق و ویژن که همون هدفه. اوکی. تو باید هدفتو داشته باشی و به هدفت باید باور داشته باشی. وقتی هدف داشته باشی میتونی تو مسیرش برنامه‌ریزی کنی و تارگت های مختلفی واسه خودت چیدمان بکنی و بر اساس اون تارگت ها بیای اکتیویتی هایی رو مشخص بکنی که یکی یکی تو مسیرش حرکت کنی. وقتی مینویسی اون نوشتنه، پدر من همیشه میگه بنویس، هر چی که میخوای به دست بیاری بنویس. بابا من تو ذهنم دارمش. میگم نه بنویسش.
من می نوشتمش مثلا واسش می اومدم تو تارگت بعد شما حتما زمان مشخص کنی. من زمان واسش مشخص میکردم، تارگت های کوچیکی مثلا 3 ماهه 6 ماهه 1 ساله میذاشتم، ویژنام معمولا 2-3 ساله میذاشتم. تو اون مسیر تارگت های زمانهای کمتری میذاشتم که بهش برسم. میدیدم تارگت قبل از اون 6 ماه من سر 3 ماه اون تارگت رو رد کردم و دارم تو اون مسیر به اتفاقای بزرگتر و قشنگتری دسترسی پیدا میکنم. و توی همین شروعه با این هدف گذاری از همون ابتدا اون طرف اون سیستم سازی رو شروع کنه، یعنی شروع کنه همون تیم جمع کردن، یا مثلا میتونه برای قدم‌های بعدی باشه. چقدر میخوام ببینم که اون سیستم سازی مهمه، میدونید منظورم که سیستم سازی از همه چی مهمتر و از همون اول استارتش رو همه چی مهمتر بزنه. و به نظرم این خب نیاز به یک سیاستی داره، درسته؟ یعنی به هر حال با یک سیاستی تو بعد آدم‌ها رو بتونی دور خودت جمع کنی و اون کسی که به قولن شاید حالا اون سرمایه رو نداشته باشه بیشتر باید به اون ایده و اون سیاستش بتونه آدم‌ها رو مدیریت باید تو هر زمینه مدیریت داشته باشی. اولش مدیریت هزینه است. درست. تو با ببینی درآمدت چقدره و چقدر میتونی هزینه بکنی واسه بزرگ شدن. تو نمیتونی بیای مثلا بری بهترین و مجربترین کارشناسا رو توی فیلدهای مختلف دور خودت جمع بکنی بگی من باید سیستم سازی بکنم ولی نتونی به اینا حقوق پرداخت کنی. بله درست. و مدیریت کنی این مسائل مالی تو و حرکت بکنی و در آینده همینجور هی اعضای تیمتو به درآمد که رسیدی اعضای تیمتو هی گسترش بدی. درست. خب اینجا من برگردم یه لحظه به اون داستان لایف استایل. یه سوالی داشتم، این بود که برای حفظ یا پیشرفت کارتون چیزی رو تغییر دادین توی روند زندگیتون؟ یعنی مثلا شما از جایی به بعد ممکنه برای این که اون به قولن ویژنتون رو مثلا بزنین بگین اوکی من باید این زندگی رو مثلا تغییر بدم، یا مثلا تغییر اساسی شما دادین به زندگیتون وقتی این هدف براتون مشخص شده؟ خیلی زیاد. خب توضیح میدین راجبش یا 500 تومن؟ نه توضیح میدم. مثلا من یکم پسر خوشگذرانی بودم زمانی که یکم نوجوان‌تر بودم. نیستین الان؟ کمتر. یکم سعی کردم که تو بحث زمانی تایمینگش رو منظم‌تر کنم، حداقل به کارم آسیب نرسه. اون روتین. آره به کارم آسیب نرسه. از خوابم کم کردم. بله. و اینکه چون کار واسم مهمه دیگه، امروز امیر فلسفی تنها نیست، یا مثلا اون فامیلی خود فامیلیمون نیستیم، فامیلیمون بزرگتر شده، مسئولیت بیشتر شده، اعضای تیممون بیشتر شده. من حتی به اعضای تیمم تعهد دارم. بله. من باید ایده آوری کنم، به روز بشم، چه تو کارم چه تو شاخه‌های فعالیتی که میخوایم قدم برداریم، به روز بشیم، کالای جدید بیاریم، نوآوری کنیم. اینا همش باعث میشه که تو تعهد داشته باشی، چه به خودت چه به اون اعضایی که داری کار میکنی. پس یکی از چیزای اصلی که تغییر کرده مثلا بحث تفریح بوده که اونو کمترش کردیم. قطعا اون مهمترین بحث ورزش. توی یه تایمی من اومدم از ورزشم کم کردم، از تفریحم کم کردم، به کارم چسبیدم که اون یه کمی رشدش بدم. درست. چون اگه مثلا یه زمانی امیر فلسفی از نظر کاری 1 تا 10 3 و 4 بود ولی تو اشغال مثلا 10 بود، اومدم که اونو کمش کردم، یه تایمی اونو بستمش و انرژی بیشتری واسه کارم گذاشتم که اونم بتونم عددش بیارم بالاتر. درست. ورزشم باز دوباره اینجوری بود که روزی 4-5 ساعت واسه ورزش وقت میذاشتم، ولی الان آوردم استانداردترش کردم، رسوندم به روزی 1 ساعت 1 ساعت و نیم. عالی. بسیار خوب. اگر تعادله رو حفظش کنم، اون تعادله، هنر تو اون حفظ تعادله. از یه تایمی هم ورزش گذاشته بودم کنار، هم لایف استایل رو گذاشته بودم کنار، بحث مسائل اهداف فردی و اشغالمو، ولی همه اینا زمانی زیبا میشه برای به اون حال خوبه که تو همه اینا رو به تناسب کنار هم داشته باشی. حال خوبه رو عمیق‌تر میکنه. اصلا موافقم کاملا. خب آقا سوال اینه که نسبت به اون سالی که وارد این حرفه شدین و تصمیم گرفتین هدف گذاری کردین و اینها، چقدر تغییر داشتین؟ حالا این خیلی خلاصه بهم بگین، چه توی رفتار شخصیتون، چه توی رفتار بیزینسیتون و رفتار اجتماعیتون. ببین توی مسیر زندگی صوفی جان، آدم وقتی که
یه کاری رو شروع میکنه تو اون مسیره درگیر چالش‌های مختلف میشه و اون چالش‌ها باعث میشه که به مرور زمان تو رشد کنی، تجربه به هم بزنی و در آینده متفاوت تر با مشکلات این چنینی برخورد کنی. درست. اینا همش بر اساس تجربه است. دقیقاً. وقتی شما یه مسیر رو پیش گرفتی تو همون مسیر تجربه میکنی. من هم احساس کنم به بلوغ فکری بیشتری رسیدم نسبت به 10 سال 12 سال پیش، هم چه از نظر رفتاری، چه از نظر شناخت سیستم، چه از نظر نوع رفتار. بالاخره آدم ما رشد میکنن. فرقی نداره که یه نفر تو 40 سالگی شروع کرده باشه و تو 60 سالگی به این نتیجه رسیده باشه، یه فرق نداره یه نفر از 20 سالگی شروع کرده باشه و امروز تو سن من مثلا تو استمرار داشته باشی تو کار اصلا ناگزیر به رشد هستی. قطعاً دیگه با تلاش کنی. بله. تلاش هم این نیست که شما 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال بجنگی بگی اوکی من دیگه به اون نقطه امنه که میخواستم رسیدم. اینجوری نیست. شما تو هر زمان به هر چی که برسی اون تایم بزرگتر و بیشترش میخوای، واسه همین با به همون اندازه بیشتر تلاش کنی واسه رسیدن بهش. دقیقاً، کاملا درست. و حتی واسه حفظش. بله، حفظه که خیلی مهمتر از حتی رسیدن. خب حالا توی این مسیری که شما هستین یا بودین تا حالا به تغییر مسیر هم فکر کردین؟ یعنی که مسیرتون رو کلا عوض کنین یا اینکه کلا یه حرفه دیگه رو شروع کنین، حالا شاید قبل‌تر مثلا این بوده براتون تا حالا توی این تایمی که؟ از دید من ممکنه افرادی دیده مختلفی داشته باشن ولی از دید من امیر فلسفی اینجوری بوده که همیشه چون عاشق کارم هستم. خب من الان یه مشکلی دارم. خب این انگار که یه جورایی تحمیل نشده، میدونین مثلا این شغل مثلا میدونین، یعنی خب قطعا شاید بگم تا 90% اگر مثلا پدر مثلا کارش چیز دیگری بود یا به قول این بیزنس فامیلی که میگه فامیلی بیزنس که میگید دایر نبود، خب شاید تا 90% خب خیلی احتمالش کمه دیگه. مثلا توی این بیزنس که شما الان هستید مثلا پزشک مثلا منطقی میتونه باشه، مهندس فلان، این خیلی شغل به هر حال منحصر به فردیه. آره اینو میخوام بدونم که شاید 1 سال اول 1 سال و نیم اول بله چون شغل پدری بود رفتم سراغ این شغله. در صورتی من قبلش هم داشتم معماری میکردم، تو بحث ساخت و سازم داشتم درست ورود کرده و من اون کار داشتم انجام میدادم در صورتی که رشتم بود و خیلی هم علاقه بهش داشتم. همین الان هم داریم اون کار هم انجام میدیم و مسیری که پیش رفتم بالاخره علاقه به وجود اومد واسه من و تصمیم گرفتین که همین خوبه و آره. نگهش داشتین. پیش اومده که بخوام به شغل دومی فکر کنم، نه اینکه اینو کنار بگذارید. اصلا اولویتم این کاره و در کنارش دنبال یه کاری بودم که زمان کمتر و انرژی کمتری از من ببره. هیچ وقت دنبال این نبودم که بخوام واسه این کار کم بذارم. بله و چقدر واقعا قشنگه و مثلا اینم خیلی کم پیش میاد که آدما عاشق کارشون باشن. و مثلا کلا یه موهبت میتونه باشه واقعا آدم بتونه عاشق کارش باشه و به قول اون کار رو پیدا کنه و باش حال کنه. یکی از دلایل اون پیشرفتی که داشتی شما صحبت میکردید فکر کنم 10 دقیقه پیش، بله، و اون فردی که امروز بخواد یه کاری رو استارت بزنه و موفق بشه داخلش، یکی از دلایل موفقیت اینه که عاشق کارت باشی. بله. تا نباشی اون اتفاق رقم نمیخوره، چون هرچی پیش میری و به چالش‌های جدیدتری برمیخوری میگه که نکنه من دارم وقتمو تلف میکنم، نکنه من دارم انرژی الکی میذارم، اگه رفته بودم فلان کارو انجام داده بودم موفق. اون شاخه به شاخه پریدنه خودش باعث ایجاد سردرگمی میشه و تو فقط تنها چیزی که این وسط از دست میدی تایمته، زمانتو سوخت کردی. درست. دقیق. کارالتی این هم میتونه متفاوت باشه برای آدم ها به قولن دیدگاهه، ولی من خودم با این دیدگاه موافق ترم. خب آقا اگه این شغل رو نداشتین، شغلتون این نبود، چه حرفه دیگه یا ممکن بود انتخاب کنید و شغلتون باشه؟ ساخت و ساز. خب که اون همیشه به عنوان شغل دوم نگاش میکنم در کنار هر بیزینس دیگه که داشته باشم. یه شغل دیگه که علاقتون؟ من عاشق آشپزی هستم و دوست داشتم که یه رستوران خوب داشته باشم که ترجمه یه کمپلکس باشه از کافه، رستوران، بار خیلی خوب و که هم ساندویچ خوشمزه داشته باشه و غذای خاصی داشته باشه. من خیلی دوست داشتم. از نظر شما یه مدیر خوب چه ویژگی‌هایی داره؟
یه مدیر خوب باید بتونه همیشه ایده های خوب بیاره و بتونه کارآفرینی کنه، اعضای جدیدی عضو کنه به مجموعه و تیمشو گسترش بده، برنامه‌ریزی به موقع داشته باشه واسه رشد. خدمت شما که عرض شود تیمش راضی باشن از همکاری باهاش و همین. یکی از رمزای مدیریت رو میشه ما بگین توی این مجموعه چند نفر آقا شما پرسنل دارین؟ ما تقریبا نزدیک به 33-4 نفر هستیم که میدونم تا اونجا که میدونم اکثرشون خیلی سال هست که کنارتون حضور دارن و این قطعا خب با یک مدیریت خوب این اتفاق افتاده، وگرنه معمولا آدم ها خب نمیمونن اگه مدیریت بد باشه. و میخوام بگم که یکی از اون رمزا رو اگه بخوایم به ما بگین که باعث شده که بچه‌ها متعهد باشن به شما، اینجا رو مثل یک خانواده بدونن، اون تریکتون چی بوده برای این مدیریت؟ ما سعی میکنیم ارتباط نزدیک و صمیمی داشته باشیم به تک تک اعضا و جوابم میده. میخوام بگم که چقدر دوست دارید که این ادامه دار باشه، چقدر مهمه که این باشه، لطمه‌ای نمیزنه آیا؟ قطعا این خیلی خوبه، ولی وقتی مجموعه بزرگتر میشه شما به چالش‌های جدیدتری روبرو میشی. زمانی که مجموعت کوچیکه تو میتونی خواستای همه رو برآورده کنی. اگه هر کدومشون میگی عضو خانواده هستن دیگه، اگه به مشکلی بخورن هم تو باید ساپورت کنی و حمایتشون کنی. وقتی این چالش‌ها زیاد میشه واسه بحث مدیریتی، تعداد اعضا میره بالا و تعداد ریکوئستا و خواسته هاشون زیاد میشه، اعضای مختلف، اون یک کمی برمیگرده میاد تو بحث منابع انسانی. باید حتما واحد منابع انسانی بیاد اینجا جلو واسه و مدیریت بکنه. درست. ما تلاشمون برای این بوده که بتونیم بچه ها رو تو اون چالش های زندگی و این اوضاع بد اقتصادی روزگار که وضعیت کشور ما تو وضعیت خیلی جالبی قرار نگرفته بوده تو این تایمه، بتونیم حمایتشون کنیم که از پس مشکلاتشون بر بیان و اونا هم خدا رو شکر این چیزا رو دیدن که ما تو تایمای بدشون کنارشون بودیم و سعی کردیم که تمام حق و حقوقشون رو بدیم به موقع، پرسنل ناراضی نباشن، چه از نظر رفتاری، چه از نظر تایم کاری، چه از نظر میزان درآمد و حقوق. بالاخره همه اینا رو بحث نارضایتی افراد و گروهی که داری باشون کار میکنی تأثیر خودشو داره دیگه. به نظرتون یه مدیر باید دروغ هم بگه؟ نمیگم باید دروغگو باشه، آیا دروغ هم باید بگه؟ تو سیاست‌های مدیریتش میتونه اصلا دروغ نگه و مدیریت کنه؟ آره میتونه. شما دروغ نمیگی؟ من تا اونجایی که پیش میاد دروغ نمیگم. نه، میتونم به جرئت بگم 90 تا 95% اوقات دروغ نمیگم. اون 5% که میگم شاید یه موقع گفتم و خودم حواسم نبود. به نظر من زرنگ ترین افراد و موفق ترین افرادی هستن که همیشه صادقن، چه با مشتری، چه با پرسنل، چه با خود شرکا. چون اینجوری تو به خواستت میرسی. با دروغ تو 1 بار 2 بار 3 بار شاید به خواستت رسیده باشی، ولی در نهایت سقوط میکنی و ارزش تمام سالهایی که کار کردی میبری زیر سوال. واسه مشتری که من همیشه به بچه‌ها میگم، حتی مخصوصا تو بخش فروش و تو بخش خدمات پشتیبانی میگم به هیچ عنوان دروغ نگید، یا حتی اگه اشتباهی کردید صادقانه برید به مشتری بگید من همچین اشتباهی کردم. تو ممکنه یه موقع تو معرفی کالا شما اطلاعات اشتباه به مشتری داده باشی بر اساس اون بروشوری که مثلا اون سایتی که مطالعه کردی راجع به اون کالاه، اون سایت اشتباه نوشته باشه و تو همون اطلاعات اشتباهو انتقال داده باشی و مشتری زمین شاکی میشه از تو با صادقانه بگی که آقا من اشتباه کردم. اگه بخوای دروغ پشت دروغ بگی، در نهایتش اینه که آبروی خودت و مجموعت رفته. خب فکر نمی‌کنید بعضی جا نیازه؟ میدونید یعنی آدم همیشه اگه رو راست باشه خب ضربه نمیخوره. فقط میخوام اینو بدونم، یعنی میخوام بدونم که اون رو راست بودن کامل یکم مغایرت نداره با خود اصلا سیاست و مدیریت. جوابی ندارم واسه صوفی جان. ما اینجا
آقا الان توی ایران خیلی هم توی اینستاگرام میبینیم، توی یوتیوب میبینیم، حالا تو سایت آدما به شیوه‌های مختلف اینو تبلیغ میکنن، تبلیغ دوره‌های فروش و مدیریت و فلان و اینا خیلی باب شد. اصلا تو هر چیزی الان همه استادن و دارن این تدریس رو میذارن، دوره میفروشن، پکیج میفروشن. چقدر به نظرتون این دوره‌ها میتونه موثر باشه برای نفر که بخواد یه بیزنسی رو شروع کنه؟ چقدر پیشنهاد میکنید اصلا دوره بگذرونه؟ چقدر مهمه؟ میتونم به جرئت بگم که 70% خود اون یه بازی بیزینسیه واسه کسب درآمد. بله. ولی اگر که یک نفر بخواد تو این دوره شرکت کنه، باید سرچ کنه، رزومه اون استادی که میخواد بیاد صحبت بکنه رو در بیاره. بله چرا که نه، من خودم تو خیلی از دوره‌های مدیریتی شرکت کردم. پس پیشنهادتون اینه که اگر به یک آدم درستی مواجه بشه با یه سرچ درست، قطعاً اگه طرف رزومه‌ای داشته باشه تو کوچینگ و سالها تدریس و بدونی که اون آدمه اطلاعاتش هم به روز هست. و من پیشنهادم اینه که شما نباید حرفای یه استادو که میری میشنوی صرفا بیای تو کارت همونو پیاده کنی. باید تو انقدر قدرت پردازشت بالا باشه که بتونی اون دیتا رو بگیری توی ذهنت پردازش کنی و نسبت به بیزینس خودت جاری کنی. تو مجموعه دقیقاً. هنر توی این هست. درسته، این خیلی نکته مهمی بود و درسته. خب ما چند تا سوال عجیب آماده کردیم که اینا رو کوتاه میخوام ازتون جوابشو بدونم. اول مرغ بوده یا تخم مرغ؟ یک کلمه. قطعا تخم مرغ. روز یا شب؟ شب. گیاهخواری یا گوشتخواری؟ گوشت 100%. قهوه یا چای؟ قهوه. روستا یا شهر؟ شهر. بارون یا آفتاب؟ بارون. پیتزا یا قرمه سبزی؟ قرمه سبزی. iOS یا اندروید؟ iOS. بنز یا BMW؟ بنز. ازدواج یا تنهایی؟ تا الان تنها بودم، دارم ازدواج تجربه میکنم. پس یعنی فعلا ازدواج رو انتخاب کردیم. فعلا ازدواج. علم یا ثروت؟ جفتش در کنار. نه آقا یک کلمه. یکیشو بخواین داشته باشین کدومو؟ ثروت. آقا همین شما کتابم میخونین؟ آره. و چقدر تاثیر داره این کتاب خوندن اصلا؟ یا واقعا مثلا برای اینکه آدم به اصطلاح حالا یک آدم موفقی بشه، باز هم میگم تعریف داره موفقیت، ولی چقدر تاثیر داره به نظرت کتاب خوندن؟ حتما باید کتاب خون باشه آدم. من کتابو خارج از کتابای درسی زمانی کتابو شروع کردم چون تو دوران بچگی یادم فقط هری پاتر رو خوندم. ولی بعدش فقط کتابایی بود، کتابای مدیریتی خوندم. کتابای راجع به بیزینس بود، مدیریت بیزینس. تاثیر داشته اونا قد خیلی زیاد. و پیشنهاد میدین که توی این فیلد آدما واقعا این کارو بکنن. اونم یه نوع مطالعه است و تحقیق خودش. درست. و تو هم حتی میتونی اون نگرش و نگاه‌های افراد مختلفی که سالها سرچ کردن راجع به بیزینس‌های مختلف گوش کنی یا بخونی یا بررسی کنی که بعد بتونی توی کسب کار خودت به اون شکلی که میدونی صلاحه پیادهش کن. پس یعنی شما به غیر از این کتابا کتاب نمیخونید؟ مثلا کتابای عمومی و نه زیاد کتابای عمومی نمیخونم. رمان اصلا نمیخونم. کتابایی که چرا در مورد مثلا زمین باشه میخونم. کتابای جامعه شناسی خیلی کم میخونم. روانشناسی چرا زیاد میخونم. چون روانشناسی هم دوست دارم یه کمی بدونم که آدما با نگاهشون چجوری دارن با تو رفتار میکنن، یا مثلا یه نفر اگه با تو داره یه برخوردی انجام میده ریشش از کجا اومده. همه اینم در راستای کارتون هست. تو این مبحثه بیشتر دوست دارم کلاسای کارگاهی شرکت کنم. این خیلی واسه اون تعامله انگار بیشتر. آره اون واسه من خیلی ارزشمندتره. وقتی که من کتابم که میخونم واسه خودم نوت برمیدارم چون اینجوری قشنگتر ثبت میشه توی ذهنم. بعد حتی خیلی وقت برمیگردم یه ریویوش میکنم و میزان تاثیرگذاریشم همیشه روی من زیاد بوده. خب موزیک هم زیاد گوش میکنین یا کم؟ من موزیک خیلی دوست دارم ولی همه سبکی گوش میکنم. همه سبکی هم دوست. مهمه که موزیک خوب باشه. رپ گوش میکنی؟ فقط رپو گوش میکنم. فقط سبک رپو گوش نمیکنم. چرا؟ انرژی خوبی نمیگیرم ازش. با روحیات امیر فلسفی سازگاری نداره. اینجوری احساس میکنم. از بچگی هم اینجوری بودم.
چه سبکی بیشتر رو دوست دارین توی موسیقی؟ من پاپ گوش میکنم، دیپ هاوس گوش میکنم. خدمت شما که عرض شود هاوس گوش میکنم. خب بگم که یعنی جایگاه سنتی گوش میکنم. جایگاه ویژه‌ای داره موسیقی تو زندگیتون؟ قطعاً. و بخواین یه موزیک انتخاب کنید بین همه موزیکایی که من چیزی که واسه خیلی نوستالژیه و خیلی دوستش دارم و حتی بعضی وقتا واسه تست دستگاهم خودم پلیش میکنم، هتل کالیفرنیا رو خیلی دوست دارم و واسه من خیلی نوستالژیه. اشکال داره کسی 6 و 8 گوش بده افت کلاس؟ اصلا گوش میکنی خودت؟ قطعا. عالی. برند صوتی مورد علاقتون چیه شما؟ من بیانو رو خیلی دوست دارم، فوکال رو خیلی دوست دارم، هارمن رو عاشقشم، هارمن کاردن و هارمن پروفشنال. یکی بخواین انتخاب کنین همون گزینه اول؟ نه گزینه‌ای روی میز زیاده. خب یه برنده بخوایم بهم بگین که از اون بخرین اون محصولتون رو؟ فوکال. اوکی. در راستای همین شما از اون فروشنده‌ای هستین که از محصولات خودش استفاده میکنه یا نه؟ قطعا میکنید. قطعا. فوکال دارین؟ فوکال نداری. چون نمایندگیش نبود تو ایران. بله ایشالله اونم اضافه کنید. هندمیده یکم وارداتش از فرانسه هم وارداتش یکم سخته واسه ما، چون تحریم هستیم. بله. یکم این داستان واسه ما سخته. شما ولی برند کیو آکوستیک انگلیسی هم جزو برندهای محبوب من هست. فراموش کردم بگم که برند کیو آکوستیک رو داریم، خیلی نزدیک از نظر کوالیتی، کیفیت و صدایی خیلی نزدیک به فوکال هست. کدام یکی از حالا سلبریتی‌ها یا آدم معروف شخصیت تاریخی دوست دارین که مثلا امشب شام کنار اون؟ ترجیح میدادم امشب رو با حافظ یا مولانا باشم. البته من به خاطر شخصیتی که دارم تو هر لحظه یه حالی دوست دارم تجربه کنم. امشب دوست داشتم اینجوری بگذره. یعنی فالو میکنین شعراشون و اینا؟ قطعاً. حافظ خیلی زیاد، مولانا رو خیلی زیاد، باقیه رو کمتر. خیلی هم عالی. خب اهل سوشال مدیا هستین شما؟ آره. خیلی زیاد؟ نه. متعادل یا متوسط قشنگ؟ خب چقدر توی حالا این سوشال مدیا اینستا و یوتیوب رو دنبال میکنین؟ کدومش بیشتره؟ اصلا سوشال مدیا همین اینستا براتون هست یا پلتفرم دیگه ای؟ من اینستاگرام و یوتیوب رو فالو میکنم و سایت ها رو هم سرچ میکنم. گاهی اوقات که به چیزی نیاز داشته باشم قبل از اینکه از کسی بپرسم اول خودم تو سایت مختلف سرچش میکنم که یه بیس دیتای خودم داشته باشم ازش و حالا اگه لازم شد از افراد دیگه هم مشورت میگیرم. شاید تو محتوای زرد مثلا ممکنه وقتتون رو بذارین، مثلا همین چیزای اکسپلوری و فلان و اینا، اون هم تایمی ازتون میگیره. شاید تو اون 100% تایمی که من واسه سوشال مدیا میذارم 20%ش هم اون باشه و یک بود سرگرمی شد داشته باشه. خب آقا سوال بعدی، به مهاجرت فکر میکنین و کلا نظرتون و حستون نسبت مهاجرت چیه و اینکه حالا افرادی که در ایران یک بیزینسی دارن آیا کلا به مهاجرت فکر میکنن یا خیر؟ چون الان اکثر اینجوریه که تو جامعه ما اکثر به هر حال آدمای متوسط، سطح متوسط، قشر متوسط جامعه کاملا اینجوری انگار میخوان فرار کنن، بحث مهاجرت نیست. آیا برای کسایی که حالا یک بیزنسی دارن اینجا موفق هستن هم مهاجرت آیا بهش فکر میشه یا خیر؟ سوال دو بخش بود، من اول بخش اولش رو جواب میدم. توی بخش اول سوالت من از زمانی که نوجوان بودم هیچ وقت یادم نمیاد حتی یک بار به مهاجرت فکر کرده باشم و الان اصلاً بهش تا این لحظه فکر نکردم، چون اینجا رو دوست دارم که هر تغییری لازمه اینجا انجام بشه و هر شکلی که اتفاقای خوب واسه این سرزمین بیفته و حتی اگه من میتونم کوچکترین تأثیری داشته باشم، تأثیر خودم بذارم حداقلش توی کسب و کار خودم، بتونم بهترین سرویس و خدمات رو به هم نوعای خودم ارائه بدم. چرا اینجا رو دوست دارین؟ این حرف رو همه میزنن چون من عاشق ایران و ایرانیم. عاشق اینم که اگه میتونم اتفاقی رقم بزنم واسه همیهنای خودم رقم بزنم. دلیل دیگهش اینه که دوست ندارم برم جایی تو کشور دیگه که غریب دیده بشم. یعنی شما نمینالین از مثلا خب
نمیدونم فرهنگ، نمیدونم. این اتفاق واسه همه میفته و همه از این مسائل ناراحت هستن. شما از کجا میدونید تو کشورهای دیگه بری درگیر مسائل بزرگتر از این نشی؟ بله. همه جای دنیا مسائل این چنینی وجود داره. درست. و آدم با بره دنیا رو بگرده و ببینه من اینجا کار میکنم، زندگی میکنم، خانوادم و پیرامون من اینجا هست، ولی سری 2-3 بار سعی میکنم که سفر کنم و ببینم جاهای دیدنی دنیا رو. بسیار. و با فرهنگ‌های جدید آشنا بشم. خب این سوالا رو به من جواب بدین. شما آدم پولداری هستین؟ عجب سوالی. پولدار کش منظورته؟ بله. میتونم بگم انسان متوسطی هست. متوسط؟ آره. پول زیاد حالتون رو خوب میکنه؟ پول زیاد حال همه رو خوب میکنه. خیلی منطقیه. بستگی داره که البته تو مسیری که تو فکر میکنی حالت خوب میکنه هزینهش کنی و خرجش کنی. بله. ولی کلا انگار پول داشتن خودش یک احساس هم اعتماد به نفس، عزت نفس، اصلا کلا حال خوب، احساس قدرت. من خیلی یارو میشناسم که پول دارن ولی انسانهای بسیار فقیری هستن چون روش استفاده از پولشون بلد نیستن. درسته. یکی بله با سفر رفتن از پولش استفاده میکنه و حالش خوب میکنه، یکی نه اینکه به بقیه کمک کنه حالش خوب میکنه، یکی اینکه واسه خودش خرید کنه، ماشین خوب بخره، خونه خوب بخره، اینا حالش خوب میکنه. تعریفش واسه افراد مختلف متفاوته این مسئله. یکی نه فقط اینکه اون پول تو حساب بانکیش باشه حالش خوب میکنه، یکی اینکه نه یه زندگی معمولی داشته باشه ولی بگن این آدم 100 تا زمین داره. اینا هر کدومش از دید هر کسی تعریفای متفاوتی داره. خب حالا شما گفتین که از زندگیتون لذت ببرین، حالتون خوبه. آیا با پول کم هم میتونین همین لذت رو از زندگیتون ببرید یا خیر؟ توی جامعه امروز پول حرف اول میزنه. تو اگر پول نداشته باشی نمیتونی از زندگیت لذت ببری. پس یعنی تاثیر مستقیم داره پول با حال خوبتون. یه سوال دیگه از من پرسید، گفتی علم یا ثروت؟ گفتم ثروت. چرا؟ چون من حتی اگه علم نداشته باشم 2 نفری که دانشمند یه رشته‌ای هستن میارم توی اون مقطعه واسه من یه اتفاق خوب و رقم بزنن. درست. قبول دارم اینو. توی جامعه امروز پوله که حرف اول میزنه. آقا یه روز شما پولتون و داراییاتون و اعتبارتون و همه اینهایی که به هر مدت براش تلاش کردین، کسب کردین و اینها از دست میدین و یک امیر فلسفی صفر که هیچ کس نمیشناسه، اصلا امیر فلسفی هم نیست، امیر یه چیز دیگه است، مثلا فامیلی هم عوض میشه اینا. در مواجهه با این ما چی از شما میبینیم در ادامه؟ قطعا تو مسیری که داشتم تو گذشته تجربیات خوبی به دست آوردم. بله. و از همون تجربیات استفاده میکنم و سعی میکنم و تلاشمو میکنم که باز دوباره انسانی بسازم که بتونه به جامعهش خدمت کنه. چقدر در خودتون میبینید که اگر شما یهو صفر بشین دوباره بتونین یک کسب و کار، یک اعتبار و یک جامعه برای خودتون تشکیل بدید؟ 100% تو خودم اینو میبینم. چون من انسانی هستم که شخصیتی که از خودم میشناسم اینه که با چالش‌ها و چالنج‌های مختلف دست و پنجه نرم میکنم. بله. و من همین الانشم هر موقع که تو بخش مختلف مجموعه کاری باشه و بچه‌ها مثلا فشاری روشون باشه من همون قسمت ورود میکنم و کمکشون میکنم. اصلا مهم نیست که تو بخش انبار باشه، تو بخش فنی باشه و تو هر بخش دیگه. دوست دارم کلا، حتی کار عملی هم دوست دارم. پس 100% اگر از صفر باشه شما مطمئن که این حاضرم با چالشش روبرو بشم. بله. حاضرم با چالش، میدونم که خیلی سخت خواهد بود ولی پس این تایید همون حرفتون هست که یک آدم از صفر واقعا بسته به خودش واقعا میتونه که رشد کنه. قطعا. و من هم واقعا بجنگه، تا حدی موافقم. باید بجنگه. بله. آقا اون سوال تنهایی یا متأهلی، میخوام بگم که چقدر آیا به نظرتون یک رابطه متعهدانه میتونه در پیشرفت آدم تأثیر مستقیم داشته باشه، یا به نظرتون اصلا شما فکر میکنید تأثیر میتونه داشته باشه امر کلا رابطه یا خیر؟ اعتقاد من بر این هست که یه رابطه‌ای که توش تو به یه نفر تعهد داشته باشی 100% میتونه بخش بزرگی از دغدغه‌های فکری تو حذف کنه و متمرکزتر چه رو کارت چه رو رابطت پیش بری و
قطعا انسان موفق تری خواهی بود. پس کاملا اون تعهد رو شما انتخاب میکنید و پیشنهاد میدید. قطعا به قولن اگر شرایط مناسب باشه بهترین اون فرد ایدئال و به تایید تو رسیده باشه. بله. و تو هم البته به تایید اون رسیده باشی، اگه پیدا کنی قطعا میتونی رشد کنی. آقا کلا شما آدم خانواده دار و خانواده دوستی هستین؟ متشکرم بابات سوالت. آره هستین؟ هستم دیگه. و چقدر براتون مهمه که اطرافیانتون هم این شکلی باشن؟ کلا موضوع خانواده چقدر براتون موضوع خیلی زیاد. واسه من موضوع خانواده بسیار مهمه، حتی توی انتخاب کردن دوستای دور و برم، اطرافیانم. چون تو نوع رفتارشون و نوع نگرششون و نزدیک بودن اون نگرششون نسبت به من خیلی تأثیر گذار هست. و بالاخره همیشه گفتن، همه جا میگن دیگه، میگن که تو اگر میخوای اتفاقای آینده و اهداف آینده رو خوب رقم بزنی، مهمه که اون اطرافیانت چه اشخاصی باشن. بله. چه افرادی کنار خودت داری. خب این اولین اپیزود از پادکست و ویدیوکست ما هست. شما اولین مهمان ما بودید. به هر حال من از شما تشکر میکنم که این بستر رو فراهم کردین که ما بتونیم این تاک شو رو تجربه کنیم با مهمان‌های مختلف، با افرادی که توی تعاریف مختلف میتونیم واژه حالا موفق رو روشون بذاریم تا مخاطبا بتونن حالا و خودمون بتونیم استفاده کنیم از گفتگو و تجربیاتشون. و مرسی که تشریف آوردید. ما به رسم یاد بود قرار شد که اینو اضافه کنیم که هر مهمانی که میاد اینجا ما یک هدیه ازش بگیریم و یه هدیه داشته باشیم ازش. شما برامون چی آوردین؟ من یه رادیو واسهتون هدیه آوردم که تقریبا قدمتش میرسه به 100 سال پیش که این رادیو من از مادر بزرگم گرفتم که مامان جون میگفت که این رادیو من پدر بزرگمه. چقدر ارزشمند. خیلی واسه من ارزش داشت، واسه همین گفتم که بیام هدیهش بدم. ما به خوبی ازش مراقبت میکنیم. قراره که اینجا یه قفسه داشته باشیم توی بک‌گراندمون که هر مهمانی که دعوت میکنیم و این یاد بودو که به ما میده برای ما خیلی با ارزشه و توی این قفسه میذاریمش و به مرور زمان این قفسه پر میشه با یادگاری های قشنگ شما. آقا با این سوال پادکستمون رو تمام میکنیم و جمع میکنیم. یه خبر بد دارم براتون. شما البته خدا نکنه ساعت 4 الان دیگه فردا صبح قرار نیست از خواب بیدار شین. توی این ساعات و زمان باقی مانده از عمرتون در این ساعت محدود چی کار میکنین؟ برنامه‌تون چیه؟ سوالت خیلی یهویی بود و اینکه نمیدونم واقعا قطعا میرم به اونایی که یکم بهشون بدی کردم ازشون حلالیت میطلبم واسه توشه آخرت. جدی میگی؟ خیلی ممنونم ازتون که باز همین شرایط در اختیار ما گذاشتین و هم تشریف آوردین و دعوت ما رو قبول کردین. حرفی سخنی چیزی که بخوایم مرسی از شما و تیم خوب تولید محتوا. همه تک تکتون گرم، عالی هستی. مرسی آقا، ممنونم. قربونت.